ببینید دوستان عزیز 6 ماه اولی سال تمام شد، هفته ماه رفته است و در جمهوری تاجیکستان نشستی مطبوعاتی برگزار گردید، چه ساحه معارف، چه پروکوراتورای گنرالی یعنی دادستانی کل، چه مسئله علاقه، چه مسئله زمین، چندین بخش است که از چند روز اخیر داره کار میکنه. یک نقطه بسیار مهم، یک ساختاری که واقعا در جامعه ما بسیار مهم است مثل آب و هوا، این هم باشد دادستانی کل است. بسیار مهم است، چون اگر که ما امروز صفت پروکوراتورای گنرالی را بگیریم، صفتش نظر کنیم، کیها راهبرند و اصول حرف زدن آنها، معاشرت آنها، عقل آنها، دیدگاه آنها از کجا آمده است، ما در چند نوار، در یک نواری که از چند قسم عبارت است، ما برای شما میگم. نوار را بگذاریم. یکیش در رابطه با پاندمی کرونا که در تاجیکستان گذشت، یک گونه گفت و خبرها بودند که پروکوراتور گنرالی در رابطه با آنهایی که پهن کردن همین کسری و در رابطه با دکتران دیگر نفرایی که خب در همین روند از کار گرفتن همین چیزا پرونده باز کرده گرد. یا تاجیکستان یک گونه کشوری که ما نمیدونیم همین ویروس از کدام دولت کی آورد چیکار کرده، یا در همین رابطه تحقیقات هست یا نیست. دوم، آیا پرونده اخوانی ها به سود رفت، چند نفر رفتن، اگر یک معلومات میدونید؟ خب تلگازوله شد وابسته با کوید شمود است و سوال شما وابسته با پیشگیری پنجشنبه موری کوید 19 خب معاون پروکورور گنرالی محترم پروفیسور اخبارات میدین مرحمت. خبردار هستم وابسته به پیشگیری بیماری سرطان کرونا ویروس در جمهوری با سربری اونجا شنه طرف گیرین باجی پاگستتون رو گفته گفتن شاید که قید کردیم وابسته به سوال شما به بیماری سرطان کرونا ویروس با راهبری خب شما یک بار حرف زنی یا اینکه سطح فهمش جانشین دادستان است، این نفر دیم در دادستانی کل، نفر دیم یک بار گوش کنه که با یک اوف و پوف میگوی که حاضر کسی سرش داره، عرق شپش کردگی، دلش به اندازه تپ تپ داره که حرارت بدنش نمیدونم از 100 هم گذشتگی، از صورت دلش 3 برابر کار میکنه. گوش کنید طرز حرف زنی اینا مسئول دولت کشور در جمهوری وابسته به این مسئله یکم اینجا که جنایت که خیلی دادستانی کول کرده است، میگه که من قانون‌های تاجیکستان همش قبول دارم. در جای جمعیتی قرار حکومت جمهوری تاجیکستان با امضا هم رسید که بدون ماسک، بدون نقاب در جایهای جمعیتی گشتن غیر امکان است و قانون ویرانکنی است. باز هم میگم ندانستن قانون کسی را از جنایت سبکدوش نمیکند. پس قانونی که شما قبول کردین شما احمق هستین، ابله هستین که خودتون قبول نمیکنین. من دیگه نمیگم که خب حکومت رحمانوف این مسئله را ببین، برای که دروغ است، برای که این همه ظلم، این همه قانون هایی که شما میگین برای مردم بیچاره و مظلوم است، برای اینها هیچ یگام ذره. جمهوری تشکیل کرده شده است. در سیتوت این مسئله همه وقت بررسی کرده می شود و وابسته به خطایی که شما قید کردید در جمهوری وابسته از کجا آمدن این بیماری، البته از طرف متخصصان
این مسئله همه وقت زیر نظارت و زیر تحقیقات هستند. چیزی که خبردار هستم از بیرون از جمهوری شهروندای مایان تو این روز و واسطه هر من هواپیما و دیگر مسئله و جمهوری آورده شدند و از تحقیقات معلوم میشد که فوجی یعقوب حلیمов بخش خبری آسیای مرکزی در خب گوش کنید او تو احمق دیگریش که شرمنده کرد همه را او کلونش گفت که بسه که شرمنده همون کرد که کفایه منطقه همین سوال خبرنگار توجک دلیر شریف واضح شد در ماه خلاصه از جانبی دادستانی کل اظهارات نشر شد یا اطلاعیه که دلیر شریف در سالهای چند سال اخیر 200 مقاله و نظریه بود چه بود خلاصه دارای تروریستی اکستریمیستی نشر کرده است ولی در دادگاه همین عیب یا که گمانبری صدا نداد اومد دلیر از روی تماما بند دیگر سود شد می گفتید که مثلا این اظهارات کجا شد چرا تا دادگاه نرفت این اظهارات مثلا به اساس و به پایه بود و همچنین همون اقتباسی که دلیر آورده است در کتابش از کتابی فی زلال قرآن و اشتباه نکنم اگر همین در خطی ادبیات ممنوع هست یا نه شکر اولا اظهارات پروکراتورای گنرالی در اساس دلیل‌های پرونده جنایتی داده می شود داده شد خب در سود همون دلیل‌هایی که در رفت تفتیش پرونده جنایتی جمع‌آوری شده بودند خب پیشنهاد کرده شدند بهاگذاری کرده شد از جانب سود همچنین دلیل‌هایی که در اظهارات خب قید شده بودند من نمیدونم شما از جا خلاصه برآوری کردید که در اظهارات در فرضیه‌های یا سخن‌هایی که در اظهارات بودند در سود بررسی نشدند همون تاریخ کاری با میبینیم خب دیگر سوال ها مرحمت درباره کدام کتاب گپ میرود پروکرور گنرالی همه کتاب‌های خب برای دکتر انا همینجا را با دقت گوش کنین که اینا چندین نفرها را بردگی زندان کردگیان با آن همه ادبیات هایی که خودشون میگن که فلان ادبیات عملی خب تروریستی داره اوش خاراکتری اکستریمیستی داره اما یا خودشون نمیدونن که با کدام جرم یک نفر از زندان میکنن نگاه کنین اکستریمیستی را از یاد نمیدانند شما با طریق کاری آمدن مراجعت کنید تو در پداشتگی چه اگه بزه گردون دستی چه کی خودت اصلا در رو پروی دوربین ده ها و صدها روزنامه‌نگار در رو پروی تو نشستگی تو یک نفری مسئول کشور یک نفری که راهبر یک ستاد هستی با همین اصول گپ میزنی شما با دفتر کاری بیاین مراجعت کنین عاقل خانه چه میگه که یه بچه خوردی برام بز از کهدام بیار اونه برام گاو آزادی بیار همین است دیدگاه شما دادستانی کل همین قدر عقل داره مرحمت نیا کنید بالای تور منبر خلق محترم پروفسور من گنرالی قانون‌هایی را میدونم که در تاجیکستان عمل کننده هستند و نظارت آنها را من عملی میکنم اگر قانون را تو میدونستان که در تاجیکستان عمل کننده میشد و نظارتش تو نظر میکردی امروز در اونجا بینقاب نبودی حتی از رحمانوف زورتر است از رحمانوف یا همون رئیس شهر کلوب یک وقت در صحبت گفته بود که خواجه احلال ولیش دیگه هستن یا همون ولی ها هستن که امروز برایشون فرقی نداره آب سرپرکرور حربی اینه یک افندی دیگه است یک گوش کنید بانگاه سرحدی اشخاباد از طرف گروه تفتیشاتی هم گروه تفتیشاتی عبارت بودند از مفتشان کمیته دولتی امنیت ملی و سرپرکراتورای حربی و اتهام رسانده شدند نسبت 7 نفر و سود ارسال کرده شد با حکم سود عالی جمهوری تاجیکستان همه محکوم شده نام برده ها با مهلت از 2 تا 27 سال از آزادی محروم کرده شدند همه
маҳкумшудаҳо шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон мебошанд. Инҳо 7 نفر فقط боз санҷиши вазорати тандурустӣ ҳамаи қисмҳои ҳарбӣ тасдиқ нест. саломат бошед. табобати беморон бо хулас дӯстони азиз, ина ҳастан роҳбарои мо шумо. бегуноҳ ма барои чӣ мегӯям, дар зиндон даҳҳо ва садҳо ҳазорҳо бегуноҳҳо ҳастанд аз рӯи ин ҳамаи аснодҳои бемаънишон, адабиёти экстремистӣ, адабиёти террористӣ. Инҳо худшон намедонанд ки кадом адабиёте ки ном мегиранд ӯ характера дошта бошад. Намедонанд. Худш мегӯяд додситони кул худш мегӯяд ки додситони кул намедонад ки кадом адабиётҳо амали характерӣ ва экстремистӣ доранд. Агар намедонад чӣ як нафара зиндон мекунӣ? чихе ту барои чӣ дар ҷомеа пиёда намекунӣ ки инаи адабиёт мушкилӣ аст ки истифода набарӣ? Ё намедонанд ё ҷинояткорои аслӣ худи ҳам ино ҳастанд. Худи ҳам ё ҷинояткорои аслӣ ҳастанд.